مواظب زبانت باش. زبانت این کارا رو میکنه. امام محمد غزالی رحمت الله تعالی 20 تا آفت، 20 تا گناه کبیره برای این زبان نوشته. این زبان جرمش کمه، جرمش خیلی زیاده. این زبان الله تعالی اینو تو غلاف کرده. ببین ولسان و شفتین، این دو تا لب مثل نیامه. آقا شمشیر زبان تو هر جا در نیار، این شمشیر میبره، این شمشیر هلاک میکنه. اینو الله تعالی گذاشته تو غلاف. این همه سرباز پیاده نظام، این دندونم دوره برش تا یک کم دراستر شد چیکارش کنی؟ گازش بگیرید، بس کن. این همه تحت تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته، بازم میگه خصوصا خواهران محترم تو کنترل زبانشون به قول معروف خیلی مشکل دارن. متاسفانه طاعت، عبادت، بندگی فلان، 1 قلیون 4 تا زن. چه اتفاقی میفته؟ بمب اتم آمریکا این کارو نمیکنه. خرابی که اون به پا میکنه، باور کنید همین مجلس بمب اتم آمریکا اونقدر خرابی نمیکنه. چند تا خونه خراب میشه، چند تا دل بدگمان میشه، چند نفر دلشون میشکنه، چند نفر به آبروشون میره. آخر جلسه چرتکه بنزو حساب کنید چه خبر شد. خودمون نمیدونیم داریم چه کار میکنیم با این زبان، ولی میکنیم این کار رو. یه زمان گفتن بزرگترین دروغ قرن رو هر کی بگه جایزه نوبل بهش میدیم. بزرگترین دروغ قرن. هر کی اومد یه دروغ شاخدار گفتن نه از این دروغا بزرگترا رئیس جمهورها گفتن. خیلی از کاندیداها قبل از انتخابات خیلی از این دروغات شاخدارتر گفت. نه این دروغا سر چشمون پره. یکی دیگه آمد دروغ و یکی دیگه دروغ گفت، بعد گفتن نه این دروغا چیزی نیست که خیلی بزرگتراشو ما شنیدیم. بعد یکی دیگه اومد گفت من بزرگترین دروغو میگم به شرطی جایزه رو واقعا بدید. گفتن واقعا میدیم جایزه رو. گفت دروغی مثل دروغ من هیچکی نگفته. گفتن آقا بگو دیگه ما گفتیم واقعا میدیم. گفت 4 تا زن یه جایی 1 ساعت نشسته بودن هیچکی حرف نزد. این درسته. این واقعا دروغ قرنه. اصلا امکان نداره، مگه میشه؟ و جایزه رو بهش دادن و هر کی رفت دنبال کارش. خودمون نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. یه جایی خیلی ببخشید خواهران محترم دارن گوش میکنن، اما یه فتنه است واقعا. یه سوالای بی ربطی گاهی وقتا طرف میکنه کی داماد، چرا داماد نمیشی؟ خب بیشتر تو چی میدونی؟ چرا شما عروس نمیشی؟ چرا شما بچه ندارید؟ اون خودش زار بچه است نه؟ داره به این در اون در میزنه، دلش پر آتیشه. اینم داره چیکار میکنه؟ با یه سوال میزنه تمام وجودش رو تخریب میکنه. یه سوال نابجا، چرا عروس نمیشی؟ خب به تو چه؟ این سوال شخصیه. گای گوش کنید، حالا شما شاید عزیزان فکر کنید که من اینجا دارم طنز میگم بهتون، اما حقیقت امره یه سوالی که دل دیگران رو بشکنه حرامه. خوب گوش کنید. یه دعای، یه سوالی، یه کلامی که باعث ایذای دیگران بشه حرامه، ناجایزه. حق نداری هر سوالی بپرسی. کی گفته هر سوالو بپرس؟ شما چیکار بودی شوهرت رفیعش زن دیگه گرفت؟ یا الله، این از اینجا مثل انبار باروت میره خونه. الان منفجر کردی خونه رو با یه سوال نابجات. تو چه کار داری ازش این سوالو میکنی؟ حقوق شما چنده رسی؟ تو به حقوقی آقا چه کار داری؟ یه سوالای بی ربطی گاهی وقتا طرف زد سلام کجایی؟ خب بابا تو سوال تو تو کجایی؟ اون بیچاره الان کجاست؟ تو چه کارش داری کجاست؟ نمیخواد بگه نه الان دقیقاً کجایی؟ خب بعد من فلان جا هستم. بعد سوالشو بپرسه، اون رو تو معذوریت قرار میده. حتما باید بگه کجاست. خب خیلی خب بعد همین دیگه میخواستم بپرسم ساعت چنده. خب این چه ربطی داشت به این که این کجاست الان؟ ما حق نداریم تو حوزه فردی افراد ورود پیدا کنیم. ما حق نداریم یه سوالایی بکنیم که زندگی ها رو به باد بدیم، آتش ها بپا کنیم، فتنه ها بپا کنیم، دل ها رو بشکنیم با یه سوال بی ربط. خودمون نمیدونیم با یه سوال نابجا چه کردیم، با یه جمله نابجا چه کردیم. یه نفر رو با یه جمله نابجا تخریب میکنیم، روح و روانش رو درگیر میکنیم. هر سوالی نپرس، هر جمله‌ای نگو، بفهم چی داری میگی. خوبه که الله تعالی به ما یه زبان داده تو گوش.
اگه اینا برعکس می بود چه اتفاقی می افتاد؟ یعنی الله تعالی به ما یه گوش میداد 2 تا زبون، چی میشد؟ چه ترافیک صوتی ایجاد میشد؟ یا الله همین الان ترافیک صوتی داریم، جلو حرف شما شکر، جلو حرف شما کله‌قند، جلو حرف شما کارخانه قند، هیچکی به هیچکی مجال نمیده. بگیم، فقط بگیم، تون رقابته. یکی هم تو این جمع نیست بگه حالا من نمیگم، مثلا تو همین موضوع من هزار نظر نمیگم. آخه نکن دیگه، وقتی تخصصش نداری، وقتی اطلاعات کافی تو این زمینه نداری، چرا میگی؟ به هر حال بعد طرف میاد میگه جان مولا من تو خشم بودم گفتم 500 تا طلاق. چند تا طلاق میشه؟ 500 تا طلاق. بابا تو 3 تا تیر تو تیرکشت داشتی، چند تا دیگه هنوز به خدا بدهکاری؟ بگید 497 تا دیگه هنوز تو به خدا بدهکاری. بنده خدا طلاق که چیزی نیست که تو تقی به توقی میخوره بشین وگرنه طلاق. از در بیرون میشه طلاق. آقا نمیدونم تا کون بخوری طلاق. یا الله این نشانه ضعف شخصیتی مرده. این نشانه این که این شخص، ببخشید معذرت میخوام من اینا رو باید بگم چون طلاق یک معضل شده، این نشانه اینه که این مرد از مردانگی هیچ چی دیگه نداره. بعد که این اتفاق تو خشم میفته، بعد حالا میاد تو دارالافتاء پیش علما چانه میزنه. چون میگن تمام فکر به حال زنم کنی، فکر به بچه‌م بکنی، فکر به حال فلان کنی. یعنی 3 کلمه گفتم تمام. بی انصاف روزی که عقد و این ملا خون با 3 کلمه گرفتی رفتی. فاکتم به ملا دادی یا ندادی؟ کله قندرم دادی یا ندادی؟ نپرسیدی شب زنگ بزنی جناب مولوی 3 کلمه بیشتر نگفتم عجب تا قبل تو. دیگه تمام مال منه دیگه. الان با 3 کلمه مال من شد، نامحرم بود محرم شد. بله با 3 کلمه محرم شد. با 3 کلمه هم چی میشه؟ ها؟ چرا اول تعجب نکردیم؟ و اوله عجب تا قبل تو رو گفتی فوری گم شدی، کس ندید کجا رفتی؟ سوالم برات به وجود نیامد با 3 کلمه چطور محرم شد. حالا ته کار حالا میگه چه؟ با 3 تا کلمه چی شد؟ نامحرم شد. تمام. بابا همین زبانت یه نامحرم و محرم میکنه. همین زبانت یه محرمی که شریک زندگیت بوده برات چیکار میکنه؟ نامحرم میکنه. مواظب باش. همین زبان تو رو تو ایمان میاره، همین زبان به کفر میاره، همین زبان فتنه درست میکنه، همین زبان اصلاح میاره. 2 تا قلبی که سالیان سال کینه و عداوت داشتن، همین زبان میتونه اینا رو کنار هم بیاره. مواظب باش زبانت چیکار میکنه. او زنی که از لجبازیاشو، از تکبراش هر روز میلرزیدی که الان برم خونه باد به چی گیر میده، الان برم باد چیکار میکنه، همون زن که همش رو با لجبازی و با تکبر و غرورای زنانش دیده بودی، اگر او بیاد دست پایین بگیره چیکار میشه؟ مولانا میگه معلومه که مرد کلا عوض میشه. یه زنی یه زمانی رفت پیش مولایی از این تعویض نویسایی که حالا آدمای خوب و آدمای متقی هم تو این صنف هستن که میخوان مشکلات مردم رو به نوعی حل کنن. کسی که خودش ذکر و دعا بلد نیست میره مراجعه میکنه به علمای ربانی متقی ها و مشکلش رو به هر حال حل میکنه. ولی خب یه دم هستن که دکان باز کردن و کار و شغل درست کردن و هم دنیای مردم رو میدزدن، هم ایمان و اعتقاد مردم رو میدزدن. اینا بدترین نوع دزدن. رفت پیش یکی از این تعویض نویسا گفت که شوهرم منو بیچاره کرده، شوهرم بدزبانه، شوهرم تنده، شوهرم زندگی رو برام جهنم کرده، شوهرم گفت شوهرم گریه کرد شوهرم. اون تعویض نویس آدم صادق و زرنگی بود. بهش گفت خیلی یه تعویضی بهت میدم. رفت خونه، هر زمان دید شوهرت خیلی ناراحته از درک میاد، این تعویضه رو بذار زیر این دندونای کرسی عقبت، هرچی او ناراحت تر بود اینو بیشتر فشار بده، هیچی هم نگو، درست میشه. خوبه. مرد یه چیزایی از این زن تجربه کرده بود که الان من برم خونه کیفتو چرا انداختی؟ این چه وضع آمدنه؟ چرا دیر کردی؟ کسی زمینی؟ تا کی باید ما منتظرت باشیم؟ این مرد منتظر اینا بود. مولانا اینو میگه آن که از کبرش دلش لرزان بود. و زنی که از تکبرها و حرفای الکی دریوریش تو لرزانی با هول و ترس بسم الله وارد خانه میشی، او زن اگر دست پایین بگیره چه اتفاقای قشنگی میفته. چون پیش تو گریان شود، ببینی که داره گریه میکنه. برای مردم وارد خانه شد، طبق معمول کیفشو پرت کرد یه گوشه، منتظر بود چیزی بگه، چیزی نگفت. جلال خال
کدشو پرت کرد این طرف، سر جالباسی نگذاشت، قصدن عمدن. بعد یا الله این رو ویبره است، صدای ازش در نمیاد، چی شدی؟ بعد رفت رو کاناپه لم داد، لباساش هم در نیاورد. پس چی نگفت؟ چای چی شد؟ بعد رفت چای رو دم کرد آورد گذاشتلش. یا الله چی شده امروز؟ 3-4 تا از این برخوردار رو که دید، مرد اصلا دیگه حیران شد، رفت بیرون خانه یه گلی خرید، روش نوشت I love you، دوستت دارم، فدات بشم، آورد داد دستش. زنه گفت یا الله این تعویض چقدر کار کرد، اوف زندگیم چقدر خوب شد. بعد تعویضه رو باز کرد که توش چی نوشته، این چه آیه‌ای، این چه وردی بوده که مرد منو اینقدر منقلب کرد که دست گل گرفت فرامرد. بعد روش نوشته خواهرم زبان نزن تا کتک نخوری. بعد فهمید که اگر زندگیش به این بدبختی رسیده، همه نتیجه چی بوده؟ اون همه واکنش بوده، کنشای این غلط بوده، اون همه عکس العمل بوده، عمل این غلط بوده. بعد فهمید که اگر زبانشو کنترل کنه، یک خورده‌ای مدارا کنه، همه چیز درست میشه. تعویض کارشو نکرد، چی کارشو کرد؟ این زبونه بسته شد. یه وقتی هست انسانه ولی کالبد انسانه، تو درونش عقربه. زهر عقرب نه از روی کین است، مقتضای طبیعتش همین است. در درون این کالبد بشری یه عقربه. یعنی چی؟ عقرب نیش میزنه، از این نیش زدن نفعی هم بهش نمیرسه، فایده هم بهش نمیرسه، اینو از روی کینه و ادامت هم نمیکنه، اصلا مقتضای طبیعتش نیش زدنه. بدون نیش زدن نمیتونه زندگی کنه. نیش زدن رو برای خودش یه رسالت فهمیده، با نیش زدن فقط زنده است. یه دهسته اینطوری هم